لیدونکو سلامونه. څنګه کولی سو کاناډا ته مهاجرت وکړو یا کاناډا ته د کډوالۍ لارې چارې څه دي؟ کوژده مو کړې ده. زموږ کوژدن یا کوژدنه په افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران یا هم یو بل دریم هیواد کې ده. څنګه کولی سو چې دا راولو؟ مور پلار څنګه موږ سپانسر کولی سو؟ آیا خویندې ورونه هم موږ سپانسر کولی سو که نه؟ دغه پوښتنې او دې ته ورته پوښتنې زه نن پوښتم له خپل میلمه نه. زه د کاناډا په انټریو ایالت کې یم او دلته راغلی یم د ښاغلي یونس حفیظي دفتر ته. ښاغلی حفیظي په کاناډا کې انټریو ایالت کې د کډوالۍ وکیل دی چې دوی ته زه ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه حفیظي صاحب دا چې زموږ بلنه مو منلې د خپرونې کې له موږ سره میلمانه یاستئ. تشکر از شما خانم مسکا، ممنون از اینکه حضور آوردین. دوستان سلام، من یونس حفیظی هستم، مشاور رسمی مهاجرت از کشور کانادا و شهر تورنتو و در این برنامه زیبای مسکا جان در خدمت همه شما قرار داریم. حفیظي صاحب دا راته ووایئ چې تاسو کاناډا ته څه وخت راغلي یاستئ او څنګه تاسو په دې وتوانېدلی چې دلته په کاناډا کې د کډوالۍ وکیل سئ؟ سخته وه که اسانه؟ مننه مسکا جان. رښتیا خبره ډیره سخت و. ما تقریبا 10 سال پیش یا 9 سال پیش از امروز به کانادا مهاجر شدم. مثل هر فرد افراد دیگه که وارد کانادا میشن از مو سختی های زندگی را تجربه میکنن، باید درسایشان اپدیت بکنن و از یک جای بالاخره باید شروع بکنن زندگیشان به این شکل، یا طرف یک کسب و کار برن یا طرف درس برن. از اینکه من بسیار زیاد علاقه‌مندی به درس و ادامه درسم داشتم و نفر کسب کار نبودم دیگه، از من چه ساخته نمیشد. خب چطور اینقدر مطمئنن میگین؟ به خاطر که زیادتر از افغانا که اینجا میاین یک کسب و کار نه به خود پیدا میکنن. اگر تحصیل نشده اوایلا بسیار سخت است که تحصیل شروع کنی، به خاطر زندگی نرمال یک کسب پیش میبرن. شما چطور میگین که نتانستین یا نمیتانستین؟ به خدا بسیار سوال خوب پرسیدین. اما قسم که ما در ابتدا گفتم سختی های زندگی را همه اکثریت ما و شما اونایی که به کانادا آمدن کشیدن. ما از کسب نشدم، اما شروع کارم در کانادا بر ما بسیار جالب بود و ما وقتی که به کانادا آمدم بسیار وظیفه میپالیدم، برام یافت نمیشد یا میگفتن که خودت تجربه کاری کانادایی نداری. باز من رفتم از لیبر جاب یا از اون منیمم ویج شروع کردم، از قصابی. اولین کارتان قصابی بوده؟ شروع کارم از قصابی بود که من هیچ تجربه قصابی را در کل عمرم نداشتم و نمیفهمیدم چی میشه. ما و دو برادرم آصف جان و حامد جان رفتیم در کمپانی و ما را هایر کرد. ما و حامد جان گفت که شما دو نفر در بخش کل فلور یا همو مسلخ یا در واقع گوسفند و گاو اینا را که در واقع حلال میکنن دو بخش برین. و آصف جان که انجینیر ما از حال اونا را گفت که شما در وایت زون برین. ما هیچگاه تجربه یک قدر سختی ها را در زندگی نداشتم و نمیفهمیدم چطور انجام میشه و بر ما کاردای تیز دادن، گفتن که شروع کنین قسم مثلا میتونی گوشت رو تتا کنی. خب برتان یادم دادن چون یک روز دو روز دیگه علاج نداره، یک ترنینگ دادن، اما کارهای آسانه بر ما دادن. خب و به این شکل دو وظیفه تقریبا 10 ماه تمام، 10 ماه تقریبا 1 سال دیگه، تقریبا 1 سال ما دو وظیفه ماندیم. هم طرف نارد بود. شوخی نکنم باز دید قربان برای ما دیگه گوسفند ذبح میکنه. آره از این اگه وقت می آمدی حتما اگر گوسفند حالا از یاد رفته حالا خدا نبرم. خب باز بعد از اینکه مثلا از دو کار کردین باز در کدام بخش رفتین؟ درس شروع کردین راستن یا نه باز کار بود؟ باز ما و آصف جان و حامد جان برادرهایم شیشتیم گفتیم اوکی چه میکنیم بالاخره. ما همگی فاکولته ها را خلاص کردیم، درسای خود خواندیم، اینجا آمدیم و قرار است که ما قصابی تا آخر عمر کنیم یا بریم درسای خود اپدیت کنیم، پیش بریم، یکی دیگه خود بازو بتیم، یکی دیگه خود
سپورت کنیم چی کنیم. باز همین قسم بود که 2 نفر ما کار کردیم، 1 نفر ما درس خواندیم، باز 2 نفر ما درس خواندیم، باز دیگه نفر ما کار کردیم. بسیار خوب. به این شکل از اینکه هم ما یک جا زندگی میکردیم و یکی دیگر را بکاپ کردیم، یکی دیگر را سپورت کردیم، یکی دیگر را گفتیم که اوکی تو پیش برو، من پشت هستم، مکرا و اینا میتونم. باز گفت من رفتم درس خواندم، اونا مرا سپورت کردن. در زندگی بدون سپورت یک خانواده آدم هیچ جایی نمیتونه برسه. عالی، بهترین است. و امروز الحمدلله هم ما درس ما رو خلاص کردیم. شما چند سال زحمت کشیدین وکیل مهاجرت شده؟ من مشاور مهاجرت هستم. من 2 سال درسش خواندم و فرق ما با وکیل مهاجرت ای است که وکیل مثلا 7 سال 8 سال لا اسکول میخونه و امی کارهای در واقع ما پیشی بریم یک سریش که ما نمیتونیم دیگه همه کارهای مهاجرت هم. شما مشاور وکیل مهاجرت هستید؟ مشاور رسمی مهاجرت که ما لایسنس خود از IRCC میگیریم که ما RCIC میشیم، یعنی Regulated Canadian Immigration Consultant. بسیار خوب. بله. بسیار خوب. از من خوش هستم که افغانای ما در کشورهای بیرون از افغانستان هم یک جایگاهی به خود ساختن تا که به وطنهای خود مصدر خدمت شوند. دیتر ازم چی و پختم کانادا تا کډوالي څنګه کیږي، یک قانوني توګه که څوک وغواړي راشي له کومو لارو چارو راتللی سي خلک؟ قبل از اینکه به سوالتان پاسخ بدم، ما شما یک برنامه داشتیم Special Immigration Program for Afghans، یعنی پروگرام خاص به کسایی که با کانادایی ها مستقیم و غیر مستقیم با کانادایی کار کردن و در واقع همون 40,000 مهاجر که کانادا دعوت کرده بود و پذیرفت، تقریبا 57,000 و چند صد نفر به کانادا آمد. اکثریت هموطنان ما به این فکر هستند که وابسته شدن 40,000 مهاجر به کانادا دروازه مهاجرت به کانادا فکر میکنن بسته شده، که اتون نیست. کانادا هر 3 سال در واقع امو نظرسنجیش خودت داره که ما چقدر میتونیم مهاجر تا 3 سال آینده یا تا 5 سال آینده اسکان بدیم به کانادا و این قانون تصویب میشه، ولو اگر دولت تغییر کنه نکنه و قانون با جاش میمونه. از این خاطر راه و روش های مختلف وجود داره که یک فرد متقاضی بیاید به کانادا. بیشتر از 120 شاخه است که من میشه که حداقل 4 5 6 7 شاخه را خدمتتون نام بگیرم که یکیش حالا یک قسم بهتر از بگیم که ما یک تمپرری کلاس داریم. کسایی که موقتا به کانادا میاین تمپرری کلاس، کسایی هستن ویزیتور هستن، کسایی هستن که ورک پرمیت دارن، کسایی هستن که به استادی میان، کسایی هستن که مثلا سوپر ویزا با پدر و مادر میان، یا موقتی هستن یا باید برگردن پس به کشور اصلی خود. میگه کسایی که پیار کشور کانادا میان و پیار درخواست میتن. و در مثال از کدام طریقا میتونن؟ اینه براتون قرار است بگویم. مثلا اسپاوزال اسپانسر که اسپانسر همسر میشه، پرنتس این گرندپرنت اسپانسر پدر کلان و مادر کلان و پدر و مادر میشه، و برنامه‌های اسپانسرشپ، فامیلی اسپانسرشپ که براتون گفتم، و پرایوت اسپانسرشپ که یک بخشش ریفیوجی و اسپانسرشپ اگریمنت هولدرها و کمیونیتی اسپانسرها را بر میگیره، از جمله گروپ اف 5 ببخشید. و در ادامه بخشای اکسپرس انتری و بخشای اسکیل ورکر است که یک نفر یک نجار خوب است، یک نلدوان بسیار خوب است در کشورش و انگلیسیشان فوق العاده عالی است. انگلیسی شرط است. انگلیسی شرط است. ورک اکسپریانس شرط است. انگلیسی یا فرانسوی فکر کنم. بله، انگلیسی یا فرانسوی شرط است. ورک اکسپریانس که او در کشورش تجربه کاری در او بخش داره بسیار مهم است. و این موارد خرد کوچک دیگه ای که ضرورت هست در اپلیکیشن. میایم سر از که مثلا یک کس هست که اینجا زندگی میکنه و نامزاد شده، یا دختر است اینجا نامزاد شده، نامزاد شانده بیرون از کاناداست، میخواین اوها بیارن، یا پسر است نامزاد شده بیرون از کانادا در کشور سوم زندگی میکنه و همسرشان یا نامزادشان، اینا چطور میتونن که اسپانسر کنه همسر خود یا نامزد خود؟ بسیار خوب. یک سوء تفاهم کلانی که بین
متاسفانه بعضی از کاندیدا وجود داره که تفاوت زیاد قائل نمیشن اونا برای یک نامزاد و همسر. این خیلی دو چیز متفاوت است. یکی است که صرف نامزاد شده به رسم و رسوم افغانستان به حساب لبس دادن یا شیرینی خوری کردن، باز بچه ها آمده کانادا، دختر پس رفت افغانستان یا هر جایی که هست قضیه است. اینا تا حال نامزاد باقی ماندن. بله. انگیجمنت پارتی داشتن در واقع. این نمیتونه که نامزاد داخل بخواه، ولی دختر اینجا باشه یا بچه اینجا باشه. شرط اسپانسر همسر در کانادا ای است که اونا باید عروسی کرده باشن و نکاح خط داشته باشن. داشتن نکاح خط و پیوند عروسی یک بخش مهم است. عکس‌ها چطور؟ ویدیویشان؟ ویدیو نه، عکس. عکس مهم است. عکس‌ها از جاهای مختلف، از مکانهای مختلف، با لباسهای مختلف. مثلا برای افسر مهاجرت این بسیار واضح است که رسم و رسوم افغانستان چی رقم است، خوب میفهمن. بله. رسم و رسوم هند چی رقم است، از چاینا چی رقم است، از بنگلادش چی رقم است، از پاکستان چی رقم است. از این خاطر ما به صفت مشاور رسمی مهاجرت دفتر ما اما کانتکست افغانستان که در واقع بلد هستیم و میفهمیم که بر اپلیکیشن یک هموطن ما یا درخواستی یا متقاضی کدام موارد نیاز است، ما او را امرای کلاینت خود یا امرای مشتری خود یا امرای در واقع کلاینت به فارسی چی میشه؟ مشتری بگیم، مشتریشان، اینا را در واقع کتشان کوآردینیت میکنیم، امرایشان امانگی میکنیم و که از اونا سرگردان نشن. ولی داشتن عکس بسیار مهم است. تنها عکس نه، عکس، نکاح خط، عکس، نکاح خط، حتی مسیجایشان. یک کسی در صفحه سوشال میدیا من نوشته بود که یعنی براستی افسر مهاجرت مسیجای ما رو میخونه؟ بله میخونه. اسکرین شات های مسیجایی که شما در واقع با نامزادتان داشتین همش مهم است و همه زوره برای وکیلتان بتین که اونا رو ترجمه کنه و بسیاری مسیجا با فارسی است. بله. اونا باید هر کدامش ترجمه شود. بله. کسایی میتونه ترجمه کنه که اونا لایسنس ترجمه را در واقع در کانادا داره. خب این یک بخش از آمدن به کانادا شد. کسایی که میخواید که مادر و پدر خود بخواه اینجا زندگی میکنه، مادر پدرش بیرون است یا در فرانسه است یا در افغانستان است یا در پاکستان است یا یک کشور دیگه است، میخواه بخواه، برای اونا چی ضرورت است؟ چه قسم میتونن که اونا اسپانسر کنن؟ اسپانسر پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان یک بحث مهم است امروز در کانادا که اکثریت مردم فعلا منتظر یک نوید خوش از طرف اداره مهاجرت کانادا هستند. البته تا 2022 Parent and Grandparents Sponsorship یا اسپانسر پدر و مادر، پدر کلان و مادر کلان و طور عادیش جریان داشت. مثلا یک نفر درخواستی میداد، اگر ریکوایرمنت از او میداشت، پس پدر و مادرش و پیار و کانادا می آمد و همینجا زندگی میکردن. پیار میشد، با سیتیزن میشد. اما این برنامه از 2022 ماهش دقیق به یادم نیستی بسته شد. آخرین درخواستی هم که گرفتن کسایی که 2022 اپلای کرده بودن از اونها را پروسس کردن اپلیکیشنشون. جاگزین نمیتونم بگویم، اما چیزی که در واقع آمد او سوپر ویزا آمد. سوپر ویزا برای والدین و پدرکلان و مادرکلان در واقع یک چانس میده که بیان از اطفالشان یا از در واقع اولادشان اینجا دیدن کنن و پس از ملاقاتشان از کانادا برگردن به کشور اصلیشان. ببین اینجا یک فرق کلان وجود داره. سوپر ویزا یک بخش تمپرری کلاس است که اینا پیار برش نمیده. پیار برش نمیده. ویزا است چند سال است؟ برای ویزا 10 سال است. 5 سال میتونن باشن. 5 سال بعد باید اگزیت کنن، خارج شون از کانادا و دوباره بیاین. چی امتیازات داره این سوپر ویزا وقتی که والدین میگیره و میایده کانادا؟ کدام امتیاز اینجا داره برشان؟ امتیازاتش در واقع نسبت به پیار
به شدت پایین است. حتی نمیتونی که خودت اینشورنس با امی هلت کارت که ما و شما داریم بر بخش صحت بخش صحت مثلا بریم شفاخانه مقصد که ما و شما میریم کلینیک و کلینیک اینا، اونا باید پرایوت اینشورنس داشته باشن. یعنی مزایاشون بسیار پایین و کم است. باید اینشورنس مثلا $100,000 اینشورنس خریداری کنن که اما قسم که مثلا شما اینشورنس موترتان نمیتین، اما قسم باید اینشورنس بخرین برای پدر و مادرتان، اگه خدا نخواسته اونا مریض میشن باید اینشورنس کاور کنن. و شرایطش چی است؟ مثلا یک اولاد چی در کدام شرایط میتونه مادر پدر خدا برای سوپرویزه بخواه؟ شرایط یا ریکوایرمنت که ضرورت از اسپانسر ما باید جدولش ببینم. اگر یک خانواده یک 4 نفر هستن، فرض کنیم شوهر، خانم، 2 طفل و پدر مادر، این میشه 6 نفر و باید عاید سالانیش با اون اندازه باشه که اینمی 6 نفر کور کنه. 2 نفر خودش خانمش، 2 تا اولادش 4 و 2 نفر هم که میشه 6 نفر. عایدش به اون اندازه باشه که به نظرم از 40 تا 65,000 دلار ما باید رو دبل چک بکنم. از 40 تا 65,000 دلار باید در سالانه این کم داشته باشه یا عاید سالانه خانه ازی باشه تا اینمی ریکوایرمنت اسپانسر داشته باشه. و خوار بیادر اسپانسر میشه؟ خوار بیادر برش انویتیشن لیتر روان کده میتونین، اما متاسفانه با ویزیت میشه بیاین. اما ویزیت او بسیار مهم است که مثل هر ویزیتور دیگه که به کانادا میآید که و تایز یا علاقمندی یا دلچسبی به کشورش باشه که پس از آمدن برمیگرده. که من میتونم بگویم که بسیار چانسش کم است برای اتباع افغان ما که اینجا به ویزیت بیان. نمیگم چانسش نیست، چانسش خیلی کم است. از چه لحاظ میگم کم است؟ وقتی که درخواستتون یا پروندهتون پیش آفیسر مهاجرت میره، چند چیز از این تجربه خود میگم، چند چیز به آفیسر خیلی مهم است. یکی که آیا این فرد متقاضی که در افغانستان است فرض کو کار میکنه نمیکنه، امرای کی میآید، تنها میآید، امرای فامیلی خود میآید، در کل این شرایط کشور چی رقم است؟ آیا کشور استیبل است، خوب است، آرام است، هیچ مشکل اقتصادی و امنیتی و وجود نداره؟ همه این جوانب در نظر گرفته باز تصمیم میگیره که اوکی فرض کنیم متقاضی کار خوب داره، خانوادهش فرض که خودش میاد، خانم ولادهش اونجا میبونه، در اون صورت خیلی بستگی با آفیسر مهاجرت داره. دوستای عزیز، ویزیتون بستگی به آفیسر مهاجرت داره، نه به مشاور مهاجرت، نه برای وکیل، نه برای هیچ فرد و افراد. خانم مسکا احتیاط میگن که ما احتیاط میگن که وکیل بگی کارات میشه، یا یک مشاور مهاجرت هایر کو برش پیسه بدی این کارات میشه. مشاور مهاجرت، نه وکیل، نه هیچ فرد حق از این نداره که گرانتی بکنه کار که من کار را 100% انجام میدم. شما یک رهنماستین، ما ریپرزنتیتیو هستیم. میتونی بگویی که به اصطلاح عام وکیل هستی، یا وکیل خودت وقت نداری، فرصت نداری، یا بلد نیستی که می اپلیکیشن چطور خانه‌پوری میشه، از اون خاطر تو یک نفر مسلکی رو میگیری. بله. و اون نفر مسلکی میفهمه که اپلیکیشنش چطور خانه‌پوری کنه، چطور آن تایم سابمیت کنه و چطور رو فالو اپ کنه امرای RCC یا اداره مهاجرت کانادا. از اون بیشتر هیچ کاری کردن نمیتونه. اما اپلیکیشن خودت هم میتونی سابمیت بکنی با شرطی که خودت به طریقه درستش پیش بری و اون سابمیت کنی و اکثریت هم خودش سابمیت میکنن. یک سوال دیگه از پیش مامان که وقتی که یک همسر میخواد که شوهر خود اسپانسر کنه، این پروسش چقدر وقت میگیره؟ بسیار خوب. پروسه اسپانسر همسر خیلی بستگی و جایی داره که اپلای درخواستی خود میفرسته، مثلا از ایران، پاکستان، از خود افغانستان، از ترکیه، از هر جایی که اپلیکیشن می سابمیت میکنه خیلی بستگی از جایی داره که سابمیت میشه. اما قوانین مهاجرتی کانادا Immigration Refugee Protecting Act وضاحت داره که تا 1 سال در بر میگیره اپلیکیشن اسپانسر. از سوپرویزا هم این شکل است؟ سوپرویزا هم تقریبا این شکل است، بله. خب و دیگه بعضی از افراد غیر قانونی میاین
به کانادا از راه‌های مختلف. اینا چه قسم میتونن که پیار اینجا شون و زندگی نرمال مثل کسایی که قانونی میاین یک قسم به یک قسم زندگی اینا برگردن؟ راهی است؟ ببینین کسایی که غیر قانونی وارد کانادا میشن، چی در پورت انتری و چی از هر راه و روش دیگه که در واقع بر آفیسر مهاجرت خود میرسونن و رفیوجی کلیم میکنن که ما نمیتونیم بیس اون سیچویشنی که داریم جان ما به تهدید مرگ مواجه است اگر امو 5 بخشی که در واقع میت میکنه که مثلا اگر نظر به امو مثلا همجنسگرا هستن یا فرض کنین که امو 4-5 بخش دیگه ای که در واقع است اگر در اون مثلا یک بخش لگکی ما در پشتو برش میگیم که در بخش یعنی اما قومش بسیار کم است، اقلیت های مذهبی هستند، اقلیت های نژادی هستند، ایام در شامل است. تا جای البته اما این بخش مهمه که حتما او را دوباره چک میکنم براتون میگم. اگر در این بخش ها او الیجیبل می باشه و امین میای به کانادا، مهمی است که از کدام طریق میرسه به کانادا. طبعا کانادا خو یک راه امریکا است که غیر قانونی تر میشن میاین داخل خاک کانادا میشن. ایتو یک کیس بر شما آمده که مثلا غیر قانونی آمده باشن و با شما مراجعت کرده باشه که شما راهنماییش کنین؟ اتفاقا به ما چنین چیز خروخ نداده، اما در فرمی که ما امیالی هم امروزشان کار میکنم طبعا کلاینت های افغان بیشتر افغان های ما اونجا میان و ریفیوجی کلیم میکنن. ببینید ریفیوجی کلیم according safe third country یک نفر نمیتونه که ریفیوجی کلیم بکنه. به طور مثال یک نفر می امریکا نمیتونه که بیای کانادا ریفیوجی کلیم بکنه، نمیتونه خب مگری که یکی از اگزمشن ها را یا معافیت ها را امید کنه. او کدام از معافیت ها است؟ مثلا یکی از اون معافیت ها داشتن خانواده است، خواهر، برادر، پدر، مادر، اولاد، حتی کازن. اینا نفر دیر میگه که من امریکا آمدم با یک هر نمک آمدم و میخوایم که به شرط که اونا گرین کارت امریکا را و پیار امریکا را در واقع نگرفته باشن و میخواین که بیان کانادا زندگی بکنن و اونجا در واقع اسایلم سیکر نشدن، اینجا میخواین اسایلم سیکر شون یا شناخته شون بعداً به صفت پروتکتد پرسن. بعضی پرسان میکنن که آیا اینجا شما فامیل دارین در کانادا؟ اما در واقع ما شما اصطلاحاً ما خون شریک برش میگیم. باز در اون صورت او اپلیکیشنش میشه که اینجا پروسس شوه و بی او سی برش بیس آف کلیم برش میگن که اوکی بیس همون سناریوی چی است برش حالا وقت 15 روز وقت میداد، حالا 45 روز برش وقت میده، 45 روز برش فرصت میده که بیس آف کلیم تن نوشته بکن و بعدش سابمیت میکنه و او بازم تصمیم گیرنده آفیسر است که ببینم یک دختر خانم یا یک مرد یا یک فامیل یا یک خانواده که به کانادا آمده آیا واقعا جانش در خطر بود، چطور بود، اگر پس خدا نخواسته ما قبول نکنیم برای چی اپ میشه؟ آیا جانش به تهدید مرگ مواجه است نیست؟ ببین مهاجرت، رشته مهاجرت بسیار وسیع است. وقتی که به راه میری از اون راه 10 راه دیگه، از اون 10 راه دیگه ایجاد میشه. بله. یک پرسان دیگه که در ذهن ما است که فراموش نکنم، بر افغانا چقدر زمینه تحصیل در کانادا مهیا است که اونا بتونن مثل که از کشورهای دیگه خاصتا ما میبینیم اینجا از هند زیاد مردم میایه با ویزه کار، با ویزه تحصیل، باز اینجا کار میکنه، باز آخره پیار میشه. این قسم برای افغانا هم شرایط اینجا مساعد است که برای تحصیل بیایه، باز بعد از اون میتونن که کار کنه یا اینجا آستا با طریقی که هست باز اینجا پیار شو زندگی کنه. استادی پرمیت در یا آخر یک چالش کلان است. اگر شما نیوز تعقیب کرده باشین معلوم میشه که امی کت آف 30% کت آف صورت گرفته به کسایی که از اینترنشنال استودنت می آمدن. شرایط گرفتن در واقع استادی پرمیت به کانادا یک ذره مشکل است. بر افغانای ما نمیگم ناممکن است که بعضی از
مشاورین مهاجرت یا وکلا تفسیر اشتباه نگیرن از پای من. از اونجایی که من کانتکست افغانستان بلد هستم و میفهمم و میبینم که نظر به یک فیلیپینی و چاینیز و پاکستانی و هندی بر افغانای ما متاسفانه یک ذره چالش برانگیز بوده و میزانی که یک فیلیپینی یا دیگه اتباع به کانادا میان به او سویه افغان نمیآید از استادی پرمیت. ریکوایرمنت های خاص داره که GIC اکاونت است، مثلا 20,000 اکاونتش باشه، امی کسی که متقاضی است در واقع و ببینن که کدام رشته درس میخواد بخونه و اگر او برنامهش مثلا 2 ساله بود باز میتونه که پس از ختم درسش 3 سال پست گریجویشن ورک پرمیت درخواست بده، به این معنا که خودش بره در فیلد باز کار کنه، بعدش باز یک آپشن داره، چانس داره که بتونه برای پیار اپلای بکنه یا خیر. ډیره زیاته مننه ښاغلی حافظي دا چې موږ ته مو وخت راکړه او د کډوالۍ په هکله مو له لیدونکو سره ډیر ښه معلومات شریک کړل. خدای دې وکړي چې د لیدونکو هم هغه څه چې پوښتنې وې هغه حل شوي وي. کور ودان. در من خانم مسکا هموطنان عزیز تشکر از حوصله‌مندی شما. امیدوار هستم که چند لحظه که در این برنامه بودیم و این در واقع برنامه مهاجرتی خدمتتان مفید واقع شده باشه. تشکر از اینکه آمدید. مننه. لیدونکو حافظي صاحب چې دی یو ویان هم دی نو ځکه ډېر ښایسته غږیږي. هیله کوم ډېره زیاته مننه کوم دوستانو دا چې بیا هم له ما سره په دغه خپرونه کې مل وئ. تر بیا ښې چارې الله مو مل.